در همین وقت تارت میکنی برای دین رجدین یا که برای نویگاد زکات مینن همیش جایزه؟ خواهرم شما مخصوص برای زکات نویگاد باشد نپزید، اما عادی تورت پز استید. کسی آمده خرید نمیداند برای چی خرید بوکن است، اما در بالایش سال نو مبارک و بابای برفین کشیدن و یا زاد روزت مبارک نوشتن و اینها، شما در گروه ولی تعاونوا علی الاسم والعدوان، در گناه کسی شریک نشوید. اما عادی تورت میپزید، خودی مردم اومدن میخرن، شما یگان نیتی مخصوصی سال نوی نداره، در اونجا بوکه نیست. اما مخصوصی سال نو نپزید، مخصوصی سال نو پختن گناه هست. برای مثال میگم برای دین رجدین هم خیلی میگن برای هم خیلی زکات مینیمون. مخصوص برای اون هر جشنی که گناه هست خواهرم. اکنون اما یک چیز رو باید فرق کنیم، اکنون دین رجدین یا زادروز از سال نو پایانتر میستد گناهش. یعنی زادروز و سال نو از هم فرق میکنند، ولی به هر حال اینش هم در اسلام نیست، خصوصا سال نو که عموما جشن مسیحی ها جشن عرق نوشی و رقصیدن و سرودن و غیر از فساد هیچی ندارد. همه این رو میدانید. همون سال نوی که چی در تاجیکستان جشن می شود، چی در روسیه، که در تاجیکستان هم کم نیستن آنهایی که در وقت اسلام صحبت می رود، حتی بعضشون فتوا می دهند و ما اهل نماز و ما حاجی میگویند سال نو قید میکنن، اینها کم نیستن. در کجای سال نو قید شود یگان خیری ندارد بجز گناه، بجز آلودگی، بجز اسرافکاری، بجز تقلید به کفار که کافران رو دیگر میدونه در از حیوان هم میگذرانند در سال نوشان، همه مست و همه در یک حالتهایی که بیاید دیگر زبان را نآلایم. و مادامی که میدانید مخصوص برای سال نو است و مخصوص برای زادروز است، بگوید من شریک نیستم، نمیکنم. و اگر تورت پز و شیرینی پز باشید، یقین دانید پروردگار رزقتان را از جهتی از طرف دیگر زیاده میکند. همون پولهایی که به خاطر الله، تورت هایی که نپختید، الله از دیگر طرف برای تقوایتان وعده الله است میرساند. و من یتق الله یجعل له مخرجا. و این یک کن پروردگار برکت دهد در شما خواهر.